نمیزنی ژنرال؟ موندم جوادی، موندم بزنم پرش یا بزنم سرش. بزنی به سرش میمیره؟ نه عزیزم نمیمیره، قش میکنه از داخل عمرش. به نظر من بزنی ناکارش کنی بمونه رو دست سربای صدام خیلی بهتره. خودم هارت و ورت میکنه این بحث. به کجاش زدی ژنرال؟ فرستادمش بنیاد بازنشستگان معلولین حزب بعث. دمت گرم. مگه 100 بار نگفتم از سن و سال حرف بزن؟ اصلا حاج علی برو، من هستم خود گیره. برو معلومه از صبح تا کجایی؟ سلام حاج علی. سلام. رفته بودم شکار گراز، فقط به جای گراز وحشی گراز بعثی گیرم. نزدیش که یو همون گرازه رو دیگه. وحشیه یا بعثیه؟ بازی در نیار، بعثیه رو میگم. که زدمش سم تو پرش ماسمول شد. تو کی میخوای آدم چی اصغر؟ 100 بار بهت گفتم خط پدافندی جای شکار نیست. الان هست که بخوان تلافی کنن خاکریزو میگیرن زیر آتیش. حرفا میزنی یا حاجی؟ عمرن اگه بتونن همچین غلطی بکنن. پناه بگیرید، پناه بگیرید. راحت شد. چرا عصبانی میشه حالا؟ بحثی هن دیگه، دیوانه خوشحال نمیشم بعد آتیشاشو نمیتونم به دستل خوش میدیدن سر ما. غلط نکنم تو ماخت گیرپاد کرده، گیرپاد کرده. نداری بدون اجازه من بری شکار. من میدیم دشت صاف کن از بچه ها کسی مجموع نشه، وگرنه بهت نشون میدم یه من ماست بچه کنه. میبینی جوادی نمردیم و دوباره چشمون به جمال دکوه روشن شد. خدای جمالش رو عشق اوستا. تو کی میخوای آدم شی؟ ها؟ چند بار بهت گفتم اندازه سن و سالت حرف بزنی؟ حالا این جمالش رو عشق اوستا. من چی گفتم؟ هیچی نگفتی. ببخشید جنرال. دست بذار رو سینه. بله؟ دستتو بذار رو سینه. حالا آروم و با احساس بگو دو کوه از سلام ای خانه عشق. دو کوه از سلام ای خانه عشق. گردان شهادت اصلا امکان نداره. گردان شهادت جای بچه هاییه که آموزش رزمی دیده باشن که شما هم ندیدی. حق با ایشونه. فعلا بریم واحد تبلیغات، اگه عمری باقی مون یه روزی هم بریم گردان رزمی. ما اگه بخوایم بریم گردان رزمی باید با کی صحبت کنیم؟ خب معلومه با فرمانده گردان.
ولی نرفته و صحبت نکرده من بهتون میگم هیچ کس شما رو قبول نمیکنه. بنویسم برای واحد تبلیغات. به نظر بنده هدایت کردن مؤمنین ثوابش کمتر از جهاد با کافرین نیست. برگه منو بنویسین. صبر کنی. اگه اجازه بدین ما با فرمانده گردان شهادت صحبت کنیم. خب اگه قبول نکردن اون وقت میریم واحد تبلیغات. همین که همت کردین دو تا اینجا آمدین واقعا کار بزرگی انجام دادین. ولی خب متاسفانه ما تو گردانمون جای خالی نداریم. درست میگم آقا مصطفی؟ کاملا. در ضمن اولین شرط ورودی به گردان رزمی طی کردن دوره آموزش رزمی که طبق این برگاهشون انجام ندادیم. بنده و حاج آقا آمادگی گذروندن هر دوره آموزشی که شما بفرمایید رو داریم. اما از اونجا که این گردان خط شکن لشکره ما اصرار داریم تو همین گردان باشیم. البته دلیل حضور ما تو اینجا بیشتر به اصرار برادر حمید بود نه بنده. به نظر حقیر اگر هدف جهاد فی سبیل الله هم باشه تو بخش تبلیغات هم میتونیم به ثوابش برسیم. مسئله حل دیگه. با این حساب میتونید تشریف بریم باید تبلیغات. اما هدف ما حضور در یک گردان رزمیه. شرمنده باشه ما چه شد؟ حاجی قابلشون نکرد. خوب کرد دمش گرم. کجا حالا؟ رفتم طرف ساختمون ستاد. خب واسه چی واسطادی؟ قربانشون گردون دیگه. راستشو بخوای میترسم جنرال. ترسم میلرزم نداریم ما. من میرم تو اتاق تو هم هر کاری که بهت گفتم مو به ما انجام میدی. مفهوم؟ میگم و من میگم. اینا به هر قیمتی که شده باید برگردن تو گردان شهادت. گفتا؟ بله جنرال. خیلی خوب. حالا میری بعدشون میگردونی. اگه کارت درست انجام دادی که هیچ. اگه کارت درست انجام ندادی من میدونم با تو. علیکم السلام. سلام علیکم. بفرمایید. شنیدم شما میخواستین تشریف بیارین گردان شهادت، درسته؟ قرار بود ولی فرمانده گردان قبول نکردن. البته متاسفانه شما از بچه‌های گردان شهادتی؟ با اجازهتون بهتون بگم تنها کسی که تو گردان شهادت حرف اولو میزنه، البته بعد از حاج علی که فرمانده گردانه، معاونش حاج اصغره. مگه معاون حاج علی آقا مصطفی نیست؟ برادر مصطفی دست چپ حاجیه، ولی برادر اصغری که دست راستشه. حالا شما خودتون قضاوت کنید حاج آقا، دست راست مهمتره دست چپ؟ والا چه عرض کنم. گفتیم که حاج اصغر معاون حاجیه، پس حتما آدم با نفوذیه. از نفوذش هر چی بگم کم گفتم. توی گردان شهادت به حاج اصغر میگن جنرال. شما دیگه خودتون تا تاشو بخونید دیگه. عجب ایشون ارتشی هم؟ نه برادر، دلی هم. من یکی که اگه بتونه این کارو بکنه تا آخر عمر دعاش میکنم. چی میگی حاجی؟ مگه نشنیدی فرمانده گردان چی گفت؟ ظرفیت گردان تکمیله، برای ما هم جان ندارن. اگه جنرال بخواد که دارن. میشه ما این حاج اصغر رو زیارت کنیم؟ چرا نشه؟ فقط یه خواهش کوچولو. بفرمایید. شرمنده ها، ولی هرچی ازتون خواست بهش بگید چشم. این اصغر آقا یه اخلاق بدی داره که از جر و بس خوشش نمیاد. ما می‌کردیم مقابلش کی باشه. مثل خیلی از دوستانم اهل پارتی بازی نیست. حالا اگه این شرایط رو قبول دارید که بریم. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. میخواستیم اگه بشه ازتون درخواست کنیم بین ما و فرمانده گردان وساطت کنیم، بلکه سعادتی بشه ما بتونیم بیایم گردان شهادت. آفرین. ما به برادرمون تو پرسنلی هم گفتیم جهاد هدف اول ماست، اونم تو گردان شهادت. به قول استاد آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ خب پس ما بیشتر از این مزاحمتون نشیم. اجازه بدین، ولی برادر جواد میگفت اگه شما بخواین میشه. بله میشه، ولی خیلی کار سختی. شما قبول کنین، سختیش با ما.
بسم الله. راضی کردن حاج علی با من. ولی قبل از ورود به گردان یه سری مراتب هست که باید رعایت کنید. میشه بیشتر توضیح بدین؟ این اتاق شهدای گردان و معطر به نفس بچه هست. مرام ما اینه که هر نیروی جدیدی اگه قرار وارد گردان بشه باید به نیت تعداد شهدا توی همین اتاق به سجده بره و سوره مبارک والعصر رو تلاوت کنه. این اولین شرط بود. شرط مشروعیه. من هستم. ببخشید برادر، تعداد شهدای این گردان چند نفره؟ 1500 نفر. 1500 تا؟ کمه برادر؟ نه، ولی راستش خوندن 1500 تا سوره والعصر اونم تو سجده کار خیلی سختیه. کی باید شروع کنیم؟ همین الان. ببخشید برادر، میشه به جاش من و حاج حمید یه گوشه کناری رو گیر بیاریم و 1500 تا صلوات بفرستیم؟ صلوات بفرستیم؟ اونی که همیشه میفرستیم. ولی به نظر من بهتره که شما برید گردان دیگه. فرمودین 1500 تا دیگه. بله، نه یه دونه کمتر نه یه دونه بیشتر. ما حاضریم. حاج حمید چیکار کنیم بالاخره؟ بسم الله، شروع کنیم دیگه. بسم الله. حالشون چطوره دکتر؟ فشار خونشون بد نیست، ولی 48 ساعت باید استراحت کنن. یا دکتر جون خطری که تهدیدشون نمیکنه؟ نه الحمدلله خطر رفع شده. خدا رو شکر. با اجازهتون. 1500 تا سوریه والعصر. این پسر رسما دیوانه است. سخت نگیر حاجی، نیتشون خیلی بوده جان. تو حرفا میزنی مصطفی جان. نگاهشون کن. اگه یه بلایی سر این دوتا بنده خدا میومد جواب فرمانده لشکر کی میداد؟ فعلا که به خیر گذشت حاجی. تلاوت 1500 تا سوره والعصر، اونم تو حالت سجده. چرا؟ حاجی میدونی خودتون این رسم بچهای گردانه. رسم بچهای گردان یه سجده و یه سوره است، نه 1500. بله خدمتون عارضم که من این تعداد به خاطر این گفتم که تقواش میاندازه. عجب. جناب عالی تقوا سنجی؟ چی سنجی؟ تقوا سنج. حاجی این بچه‌ها به خدا پاکارن، فقط ضعف جسمی دارن. اگه بسپرشون دست من 2 تا نیروی توپ تحویلت میدم. امروز که از لحاظ روحی تقویت شدم، فقط میمونه از لحاظ جسمی که اونم اگه بسپرین دست من حله. که فقط مونده جسمشون. آره بله منم با تو هم عقیدم، جسم آدم باید تقویت بشه. پس از این لحظه به بعد 2 تا دستتون میذاریم پشت سرتون و 1500 تا بشین و پاشو انجام میدیم. شوخی میکنی حاجی؟ نه جدی میگم. 1500 تا؟ نه یه دونه بیشتر نه یه دونه کم. آخه ما که ضعف جسمی نداریم، ما خیلی فقط اصلا مشکل الان فکر نکنید کم آوردم، اصلا مشکلم کم آوردن این چیزا نیست. ما از جسممون خیلی خوبه، فقط شدنی نیست. آخه ما اصلا بلد نیستم بشمونم اصلا تا ساعت تاش بیشتر نمیتونم بشمونم. جوادی هم مثلا چند تا بشمونید؟ 10 تا دیگه. 10 تا هم جوادی میشه کلا 110 تا. نمیتونید. مهم نیست، شما بشین و پاشو رو انجام بدین. آقا مصطفی هم زحمت شمارششو میکشه. همون 110 تا رو خودمون بلدی بشمونیم دیگه. 1500 مفهومه دیگه ها؟ چشم باش. آماده یا مصطفی؟ بله. خیلی خب شروع کنید. شاه نکن بهر کسی، اول خودت داداش بعدن کسی.
مصطفی جهت شادی رو امواتت بشه یکی یکی 10 تا بخون بگم شیمبر بشیم. اصلا گفتم بود حالا خود داشت با اموات قرار کنی اون دنیا رقت میکنن. کوتاه بیا مصطفی. میبینی حاجی؟ فکر کنم هر روز به خاطر اون سجده های طولانیه که کارشون به درمونگاه میکشه. من خیلی چیزا درباره این رزمنده شنیده بودم ولی اینجوریشو ندیده بودم. به خاطر همینه که گردانشون شده گردان شهادت. این بچه ها سر از پا نمیشناسن. حاجی میگم بیا بریم وارد تبلیغات. حرفا میزنی؟ بودن در کنار این بچه ها افتخاریه که نصیب هر کسی نمیشه. تازه مگه خبر نداری؟ چی رو؟ اینطوری که فهمیدم قراره چند روز دیگه لشگر بزنه به خط. حدس بزن گردان خط چکن کدوم گردانه؟ گردان شهادت؟ آفرین. پس میبینی که بهترین گردان و واسه جهاد در راه خدا انتخاب کردیم. به نظر من حضور تو عملیات مهم نیست، مهم تبلیغات بعد از عملیاته. من شنیدم وارد تبلیغاتم میبرن خط. وارد تبلیغات یه جوری گردان رزمیه دیگه. بله گردان رزمیه، ولی به قول حاج اصغر هر دو جانسوزن. اما این کجا و آن کجا؟ جنرال اونجا رو اینا میگن آدم پاکار ایول دارن علی. سلام حاج اصغر. سلام برادر جواد. سلام علیکم. علیک سلام برادرای جانباز. کی مرخص شدین از درمونگاه؟ امروز صبح. هرچی تو گردان گشتیم پیداتون نکردیم. من فکر می‌کردم که شما برگشتیم ولایت. درست آقا جواد؟ بله اوستا بله. ولایت برای چی؟ آخه برادر من شما تو امتحان ورود به گردان مردود شدید. کسی که قش میکنه سر سجده نمیتونه وارد گردان خط چکن بشه. منم با نظر شما موافقم. اگر اجازه بدید عمری باقی میمونه تو عملیات بعدی خدمتتون میرسیم. التماس دعا. حاجی یه دقیقه صبر کن قربون شکلت برم. ما قبول داریم کمی ضعف جسمی داریم، ولی این دلیل نمیشه که شما دست رد به سینه ما بزنید. برادر من شما با قش کردنتون نه تنها ثابت کردین ضعف جسمی دارین، بلکه مجوز ورود به عملیات هم از دست دادین. در ضمن هنوز آموزش نظامی هم ندیدین. درست آقا جواد؟ بله اوستا بله. ما به خاطر همین پیش شما اومدیم. می‌خواستیم تقاضا کنیم یه دوره فشرده آموزش رزمی رو در خدمت شما بگذاریم. اولندش که دوره فشرده آموزش رزمی سنگینه، یا بهتر بگم با این وضعیت جسمی شما واسهتون سهمگینه. دوما اگه قبول نشدین چی؟ قول میدیم سرمون رو بندازیم پایین و به قول شما برگردیم ولایت. قول میدیم. به نظر چی؟ بله اوستا بله. بمونن یا برن؟ اگه برگردن ولایتشون هم برای خودشون خوبه هم برای ما. شما نظر ندید. آقا حل بسم الله. فقط بعد از همین امروز شروع کنیم. من باید به حاج علی ثابت کنم که شما مرد میدان نبردید.
آفرین اخوان خیلی عذر میخوام، شما واقعا مصداق واقعی یارب ارحم ضعف بدنی هستی و احتمالاً توی این مرحله دیپورت میشه. یعنی واقعا هر کسی میخواد بره عملیات باید این همه تمرینات رو انجام بده؟ کدوم تمرینات اخوی؟ این کاری که شما انجام دادید 1/10 آموزشی نیست که باید ببینید. هنوز خنثای مینو، قفازی و تیراندازی و یعنی همه این تمرینات که شما میفرمایین لازمه؟ بله لازم. آقا شما بهشون توضیح بدید. جونم براتون بگه که همونطوری که زدن آمپول برای جلوگیری آمپول زدن دیگه، واکسن زدن، همون چیزی که ایشون میگه زدنش برای جلوگیری از بیماری لازمه. این تمرینات هم برای شرکت کردن در عملیات لازمه. برای مثال اگه خدای نکرده پس فردا شما اسیر بشید، میدونین این بچه از خدا بی خبر چه بلایی سر شما در میارن؟ از راه رفتن و خار و خاشاک با پای برهنه تا پاسانتون به هم دیگه، اونم با مشت و لگد گرفته تا آخر. البته این کارا فقط جهت آببندی شما توسط بچه بحثی انجام میشه، بعدش دیگه خدا بخیر کنه. اخوان محترم افتاد؟ چی افتاد؟ دوزاریاتون رو عرض افتاد؟ اونم چه افتادنی؟ پس امشب خوب استراحت کنی، چرا که فردا صبح هم صخره نوردی داریم، هم قفازی، هم حمله مجروح. خداحافظ دیگه. خدا رو شکر رفت. میگم حاجمید تا برای سرمون نیامده و دیر نشده بریم وارد تبلیغات. عهدمون یادت رفته؟ یا گردان رزمی یا هیچ. الله اکبر. حاجی همین جان، میگن ترس برادر مرگه. تنها کسانی میتونن بر این ترس غلبه کنن که مرگ باور باشن. من نه حقیقت مرگ رو درک کردم و نه حقیقت زندگی رو. با حاج اصغر و جواد سلام مرا برسون. یه وقتایی یه جاهایی واسه یه آدمایی رفتن بهتر از موندن. حاج کریم باید میرفت که رفت. موندیم من و تو و جوادی. حالا تو فکر نمی کنی اگه برگردی بهتره؟ از برگشتن بیشتر میترسم تا موندن. تازه اگه قرار بود نمونم اصلا نمی اومدم. حالا از ما گفتم بود دیگه، خود دانی. خیلی خوب، پس آماده ای واسه ادامه تمرین؟ آماده یا آماده؟ شروع میکنیم. مرحله بعدی حمل مجروحه. جوادی. بله استاد. بپر و کوله آج آقا. بله. بپر و کوله آج آقا. حمل مجروح. خوبیت نداره حاج آقا. خوبیت نداره؟ چرا هزیون میگی؟ چرا معطلی؟ یادت رفته تو خودت تو عملیات قبلی چیکار کردی؟ بپر بالا دیگه. 5 نفر مجروح شدن، مجبور شدی کولشون کنی براشون گردون منطقه هم. آخه حاجی، آخه و هماشو من میگم، تا 3 بیشتر نمیشمرم. اگه پریدی رو کوله حاج آقا که پریدی، اگه نه پریدی به جرم نافرمانی از فرماندت اخراجت میکنم، بری پرسنلی غاز بچرونی. حالا خودت انتخاب میکنی. 1 2 بپر بالا دیگه. حاج آقا تو رو خدا حلالمون کنیدا. تمنا میکنم برادر جواد. سوار شید. خدای ما رو ببخش. صبر کن. ببین سود که زدم، فکر میکنی اینجا منطقه عملیاتی زیر آتیشه. جوادی هم مجروحه. جوادی رو میندازی رو کولت، میبری کنار اون درخته، برمیگردی میای پیش من. مفهوم شد؟ مفهوم شد.
حل خدایی اینو با اون کنم اومدی بمونه. خدمتتون عرض کنم آج آقا به جان مولا این پسر پاکاره. یکیشون که اصلا تو آموزش‌های رزمی کم آورد رفت ولایت. اذیت نکن دیگه حاجی، قبول کن بیاد تو گردان. تو درباره چی داری حرف میزنی؟ درباره حمید و اینا دیگه. اصلا یادم رفت بهتون بگم. دوست این حاج آقا حمید اسمش چی بود؟ حاج آقا کریم. دیروز زکوها رو به مقصد ولایت هر کرد و رفت، ولی حاج آقا حمید کل آموزش‌های رزمی رو با موفقیت پشت سر گذاشت. خب ببینم کی بهشون آموزش رزمی داده؟ حقیر و جوادی. و با اجازه کی؟ با اجازه کی؟ خب معلومه دیگه، با اجازه آقا مصطفی. راست میگه آقا مصطفی؟ راستش حاجی من نمیدونم شما چرا با بودن این بنده خدا تو گردان مخالفی. اونم چه بنده مخلصی حاجی، به جان اصغر گندلاتای تهران که کلی ادعاشون میشه زیر این آموزش‌های رزمی که من به این بنده خدا دادم شیمبل میشن. شیمبل؟ شیمبل چیه؟ یعنی کج کله میشن، ولی بنده خدا اصلا آخم نگفت. گندلاتای تهران شیمبل؟ اینجا چه خبر آقا مصطفی؟ حاجی میگم زیاد سخت نگیر دیگه، توی گردان یه کاری به این بنده خدا میدیم دیگه. عجب. وقت ببینم اگه شب عملیات این بنده خدا کپ کرد زمین گیر شد مسئولیتشو میپذیری؟ مسئولیتشو بپذیری من حرفی ندارم. آقا با خودم مسئولیتشو قبول میکنم. من یه لشکر رو باید مأمور کنم مواظب تو یکی باشن. حاجی این بنده خدا مرد حرف نیست، مرد عمله. خیلی هم فرق میکنه با اونایی که اومدن تو جبهه عکس یادگاری بگیرن. من کی باشم؟ تو رو جان ابوالفضل دست داد به سینه‌اش نزن. قسم نخور. تو هم با یه هم عقیده دیگه آره؟ نه حاجی من مطیع امر شما، هر چی شما بگی. خب قبوله، فقط به یک شرط. نشنیده قبول. تو تنها تک تیرانداز مایی. اگه خدایی نکرده یه اتفاقی برای تو بیفته اون وقت اون بنده خدا میتونه بیاد جای تو رو پر کنه؟ ها میتونه؟ دم شما گرم دیگه، ما افقی نشده حلوامون هم خوردیم. جناب عمودی شما میتونی یه جوری آموزشش بدی که عین شما تیر بندازی یا نه؟ حاجی عمرن کسی مثل من بتونه تیر اندازی کنه، خودت هم میتونی. بس لازمش نداری. ببین حاجی من میگم که اگر از خیلی جوری بهش آموزش بده که جواب بده قبوله؟ من امتحان میگیرم، اگه قبول شد قبول حل. شو جنرال تو تا حالا تیر انداختی؟ تیر؟ آره دیگه، با اسلحه تیر اندازی کردی؟ حالا دروغ چرا؟ نه. با تفنگ بادی خال که زدی؟ خال؟ بابا خال دیگه، این یارو بود تفنگ بادی می آورد تو کوچه تخت داشت میذاشت سینه دیوار پر خال قرمز و زرد و فلان بود، نشونه میگرفتیم زارت میزدیم تو خال. زدی تا حالا؟ نه خیر بنده تا حالا زارت به هدف نزدم. و شما کلا دیپورتی چون هاجری تک تیر اندازه. تک تیر انداز میخواد؟ بله. خب این که خوبه، شما بهم یاد بدید. من تا بخوام بهت سیمینوف دست گرفتن یاد بدم موهام مثل دندونم سفید میشه. چی میگی اخوی؟ حداقل میتونیم امتحان کنیم. چی رو امتحان کنیم؟ تو این فرصت کمی که تو عملیات داری من عمرن نمیتونم تو رو تک تیر انداز کنم. اونم تویی که تا حالا 7 تیر چوبی دستت نگرفتی. با این حساب من باید چیکار کنم؟ شما هم مثل دوشت تشریف میبری ولایت. بفرما. یه دقیقه صبر کن جنرال. همه حرفات درست دوستا، ولی همه امید این بنده خدا تو بودی. گفتی برو رفت، گفتی بیا اومد، گفتی بشین نشست، گفتی پاشو. حالا هم خدا رو خوش نمی رو ولش کنی و بری. من اگه مریدتم به خاطر مرامته،
ژنرال نه دست رد به سینه کسی میزنه نه دل کسی رو میشونه. بعدشم اگه به کسی یا علی بگه تا آخرش باش وای میسته. برای تو هم نمیتونم و نمیشه و از اینجور حرفا وجود نداره. اینو خودت بهم گفتی. پس براش یه کاری بکن، چون اگه بره دیگه بر نمیگرده. آفرین واسه ژنرال نمیتونم و نمیشه و یا نهنگه خودشو با آماده شد. دمت گرم ژنرال. اینجا خوبه اوستا؟ آره خوبه. برو خودت هم اونجا من هسته. برو داشمون تازه کاره میزنه چولت میکنه. برو جان پناه پیدا کن واسه خودت. اسم این تفنگ سیمینوفه. چیه؟ سیمونوف چیه حاج آقا؟ لهجه داری؟ سیمینوف. سیمینوف. آره اعضای تشکیل دهنده سیمینوف. بعدش چی بود؟ بعدش زارپ. آها میخوره به هدف. زارپ تو هدف. آماده اول تیترشلی کنی؟ انشاءالله. بگو اینو چرا از تفنگ گرفتنه؟ فلش کن ببینم. فل کن دست تو با این بگی راست. خندقشو بذار توش این گودیه شونت این ورتر. سفت خودت هم سفت باش. سفت بگی تفنگو. قشنگ نشونه بگی. نشونه که گرفتی کاملا نفستو حبس کن. ماشه رو بکش. زار بخوره به هدف. حاضری؟ تقریبا. کاملا مشخص. خیلی خوب. نشونه گرفتی؟ بزن ببینم. چی شد؟ خورد؟ آفرین. خورد دیگه نمی‌بینی. کجا خورد؟ به کوری چشم دشمنان خورد به سینه آسمان سولاخ شد لایه اوزان. حاج آقا این به این نزدیکی رو با تفنگ سیمینوف دوربیندار که سهله. قلب سنگ هم میشه زدش. با قلب سنگ. زارت کم آوردم ها مصطفی. بنده خدا فیل افاصله 10 متری هم نمیتونه بزنه چه برسه به صوباس. میگم شاید حق داره. شاید فیل بپر میکنه. به سر جدت سر به سرم نزد. بعد جوغات زد. آب روغن قاطی کردی بابا. میگم حالا که اینطوره میخوام یه خبر مشت بهت بدم که حالت جا بیاد. عملیات؟ چه خبرته بابا؟ جان تو عملیاته؟ آره قراره فردا بزنیم به خط. دمت گرم آقا مصطفی. این خبر اگه الان بهم نمیدادی میپکیدم. نگران نباش داداش. واسه پکیدنت هم خبر دارم. چی شد؟ طاقت چه داری؟ بگو جان تو اذیت نکن. حاجی میخواد قبل از رفتن به عملیات از حمید آقا امتحان تیراندازی بگیره. بابا طرف تفنگ دست گرفتن بلد نیست. امتحان تیراندازی دیگه چیه؟ به جای اینجا نشستن و سنگ انداختن تو آب خوشون چه کاری از دستت برمیاد؟ دیدی اخوی گوش کن. وسط این دایره رو تنظیمش میکنی رو صوباس هر جایی معنی میده. اینجا یعنی هدف همون قوطیه. بعد نفس تو سینه‌ت حبس میکنی. ماشه رو میکشی. ضرب میخوره به هدف. افتاد؟ بله. چه طرز بله گفتنه؟ سر سفره عرق که نشستی. اینجا میدون تیره. محکم. آماده ای؟ بله. حالا شو. داودی جونم اوستا. برو بکار. رو چشم. سفت بذارش اینجا. آروم باش. خون سرد. همونطور که بهت گفتم نشونه میگیری. خواستی بزنی نفس تو جون حبس میکنی میزنی. چی کار داری میکنی حاج آقا؟ غضب کردی؟ با کی؟ بابا این بنده خدا از بس کمپوت خورد آب روغن قاطی کرد. ببخش. میشه یه بار دیگه امتحان کنی؟ چاره دیگه نداری. حاضری؟
انشاءالله. بسم الله. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافقینو. صدام. خدا رو شکر قبول شدن؟ نکنیم آقا من بدارم برات شده شما شانسی زدی. یه بار دیگه امتحان میکنیم، اگه زدی هدف قبوله. قبل تو؟ بله این دفعه هم میزنمش. ببینی برو بکابینم. همه چی آماده است حاجی. بهتره صبر کنیم از خرقان بیان. اسخر آقا سلام رسون، گفت شما شروع کنین من میام. بعدش هم این که گفت اگه من اونجا باشم ممکنه حمید هول کنه بزنه تو دیوار، من شرمنده حاجی میشم. مگه نمیخواد با تفنگ اسخر تیر بندازه؟ حاجی شما که خودتون میدونین اسخر جونش و اسلحه‌اش. به من گفت که به شما بگم با کلاش من تیر بزنی. عجب. الو. بسم الله. شما آماده این؟ انشاءالله. بسم الله شروع کنیم. تو فقط شنید کن بودی خودش میپره. میگم آقا جواد اگه کاری باری چیزی دارین بریم بعدم بیایم. نه آقا همه چی آماده است. آماده است. الان شروع میکنیم. پس شروع کنیم. آماده؟ همه آماده؟ بزن! 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 ماشاءالله ماشاءالله. فکر نمی‌کردم اینقدر خوب تیراندازی کنی. من همش فکر می‌کردم اسخر آقا تیرانداز خوبیه، ولی شما ماشاءالله همچین گوشه شیطون کرد بد نبود اینا. یعنی اینجوری که شما تیراندازی کردین فکر کنم اسخر آقا انگوش کوچیکه شما هم نمیشه. رفتن جنرال. بله حاج آقا شما خوب تیر میندازی ها. بنده احساس گناه میکنم اسخر آقا. گناه چی؟ آخه به قول خودتون شما ضرب زدین وسط هدف ولی همه چیز به اسم من تموم شد. خیالت راحت، آخریه من تیر ننداختم، خودت ضرب زدی وسط هدف. به امید خدا امشب میخوایم بزنیم به خط ایشالله. از این اسخر رو دیدم از خوشحالی تو دوست خوش نمیدونم. فعلا بذار تو حال خودش باشه. فکر میکنم اون موقع که داشتم از تیراندازی حاج حمید تعریف می‌کردم عین مار داشت به خودش می‌کشید. این حاجی خدا خیرت خوب شد تو روشن. بهش بگو حاجی گفته باید زیر دست حمید کار کنی. حاجی اینجوری قاط می‌زنه دیوونه میشه. بابا اون دیوونه است. امیدوارم هم نشینی با حمید عقلشو سر جاش بیاره. ان شاءالله. کار نداری؟ بله. احتمالاً راقی قصد یه پاتک سنگینی داره. به بچه ها بگو مراقب باشه.
من تو میدونی مصطفی جون راهی که نمیدونم چند تا آب پیچیزن بفرست دو طرف کانال دیگه. اونا فعلا با عراقی درگیرن. فقط دعا کن زودتر رها بشن و چپ و راستمون فکر کنم تا 1-2 ساعت دیگه محمود داریم. منظورت عراقی‌ها؟ عراقی با تانکاشون چی میشن؟ ببین چی میشه؟ جواد با قراره برامون نیروهای کمکی بیاد. قرار بوده دارم مثل تو را گیر کردم. یعنی ممکنه مجبور شیم عقب نشینی کنی؟ بستگی داره. به چی؟ بلکه زنده بمونیم یا نه دیگه. اصغر آقا. بله. چرا بچه‌ها به تو میگن جنرال؟ بچه‌ها میگن از من میپرسی؟ مهمترین کار من و این تفنگ زدن جنرالای عراقی. اونا رو میکشی؟ میکشم. یعنی چی؟ یعنی ناکارشون میکنم میفرستمشون میشه اربابشون صدام وقتی میبینه جنرالاش از کار افتادن حتما میزنه زیر گریه. بال نه اون شهید عزیزی که لباسشو تنت کردی برادرته، درسته؟ سوال که نه، ولی خیلی خوشحالم اومدم گردان شهادت. آفرین. رفت نکنم میخوان کار رو یه سر کنم. یه چیز رو دو طرف کانال مستقل کار کنم. شما بگو مهماتشون رو بی خودی هدر ندن. آرپیجی زنان تا زمانی که تانکاشون نزدیک نشدن شلیک نکنن. مهدی یاسر مهدی یاسر سپاه ابرهه جلو مصطفی نشی مرغای عوامین
میشه من بزنمش؟ کیو؟ یه مرد خیکیو. تا افتادی به خودمون میشه. ببخشید فقط میخواستم شما اخرتون رو باز کنید. من شما از این کارام بلدین؟ فکر کنم فقط روزه خوندن موزه کردن بلدین. اونم بلدی. میخوای واسه روزه بخونم؟ نه فقط اگه میتونی یه فاتحه واسه کسی میخوام بفرستشون دنیا بخون. زدیش؟ نه بابا مواسه فاصله اشتباه کردم خودو بتونم. چطور به آرپیچی بزنی؟ یادم نمیگی بیادش. چیو؟ آرپیچی دیگه من نمیگی با آرپیچی بزنیمش. برم واسه بیاد. بشین بابا پاچی رو بگیر. مهدی بگوشم. سلام علی. خسته نباشید. خدا قوت. چیکار میکنی؟ خب برامش خسته نباشید میگم. به پشت بیسیم با رمز حرف بزنی. کمل مهدی کمل. مهدی جان یه چند تا پرنده آزاد کن. اونو کفتار رو گم کردن. بچه‌های آرپیجی زن میگن چند تا آرپیجی بزنن. اسخر آقا یه سوال ازت میتونم بپرسم؟ من دیگه الان میخوای بپرسی پرنده و کفتار و دونه و اینا چی بوده دیگه؟ دقیقاً. این تکتیران ضربی که می‌خواستیم بزنیم مطمئناً الان جاش عوض کرده چون نتونستیم بزنیمش. به حاجی گفتم چند تا آرپیجی روونه کنه که به خاطر هوایی زدن بچه‌ها بیاد خوشو نشون بده بزنیمش. عجب. ولی خب شما میتونید با دوربین تجسس کنید شاید پیداش کردید. شما چرا حاج آقا؟ تجسس تو امور دیگران از فعل‌های حرام. عزیز من در خصوص مؤمنین حرامه نه دشمن. حاجی تو جان جدت بزن که با من بحث کنی الان از واقعیت استفاده کن یه ذکری زیر لب تلاوت کن ها. عجب. حالا میخوای چیکار کنی؟ هیچی. خورده بدهیامو صاف کنم و برگردم منطقه. یعنی برای یه ماه هم تا خاکیز درس و بحث نمیخوای عقب بشینی؟ اگه دشمن عقب نشینی کرده. یعنی خاکیز ترویج دین خالی بمونه؟ میخوان درخت رو از ریشه در بیارن. اون وقت تو فکر ترویج میوه‌شی؟ پس ما ول معطلیم. من جلوی امثال اصغر ول معطلم نه تو. من ادعای عشق کردم و معشوق عاشقیت اصغر رو پسندید و نیم نگاهی هم به من نکرد. الاعمال بالنیات. مهم دلته که عاشقه. عاشق فراموش شده.
چرا من مثل تو نمیتونم عاشق باشم؟ چرا قلب من مثل سنگ سرد و صفر شده؟ چرا همش به خاطر تنبلی باید آخر کلاس بشینم؟ حمید جان، در جا زدن و سالها توی کلاس موندن خیلی سخت، خیلی سخت. اگه من همه جبهه‌مو بدم به تو حاضر این یه قطره اشک تو بهم بدی؟ کریم جان، خدا توی دل شکسته است، نه توی سر و کله شکسته و ترکش خورده. کو چرا این دل وامونده تو اون بیابونا دووم نیاورد؟ دلا بسوز که سوز تو کارها بکنه. با تفنگ بادی خال که زدی؟ تو تا حالا تیر انداختی؟ تیر؟ آره دیگه، با اسلحه تیر اندازی کردی؟ حالا دروغ چرا؟ نه. با تفنگ بادی خال که زدی؟ خال؟ بابا خال دیگه. این یارو بود تفنگ بادی می آورد تو گوشه تخته، داشت میذاشت سینه دیوار پر خال قرمز و زرد و فلان بود، نشونو میگرفتیم زارت میزدیم تو خال. زدی تا حالا؟ نه خیر، بنده تا حالا زارت به هدف نزدم. پس شما کلا دیپورتی، چون هاجری تک تیر انداز. سلام علیکم پدر جان. علیکم السلام بابا. تفنگتون بادیه؟ ها بادیه. میشه باش تیر انداخت؟ چرا نمیشه؟ چقدر باید تقدیم کنم؟ شما میخواین تیر بندازین ها جاگا؟ زشته؟ نه چرا زشت باشه؟ پس بسم الله. حاج آقا تا حالا با این تفنگا تیر انداختی؟ والا دروغ چرا؟ نه خیر. بفرما. من اینو ببرم برای بزنم پای دیوار. دست شما درد نکنه. اینجا خوبه اوستا؟ آره خوبه. برو خودت هم اونجا من هستم. برو. داشمون تازه کاره میزنه چولت میکنه. برو جان پناه پیدا کن واسه خودت. نشونه که گرفتی کاملا نفس تو حبس کن، ماشه رو بکش، زارد میخوره به هدف. حاضری؟ تقریبا. کاملا مشخص. بزن ببینم. بابا حاج آقا شما خوب تیر میندازی ها؟ بنده احساس گناه میکنم از فراغا. گناه چی؟ آخه به قول خودتون شما زاب زدین وسط هدف. ولی همه چیز به اسم من تموم شد. یادت راحت. آخریه من تیر ننداختم. خودت زار.
زدی واسه دعوا. بفرمایید. میگم پدر جان ما بقیه پولو میخوام این بچه‌ها چند تا تیر بندازن. اشکالی که نداره. نه بابا جون چه اشکالی داشته باشی؟ الان 1 ساعتی که با 1000 دلیل دارم بهت ثابت میکنم اگه به این خواستگارت هم جواب منفی بدی خودتو به خاک سیاه نشوندی. اصغر دیگه تموم شد. اون دیگه خاطره است. مادرش هم که حلقه نامزدی رو پس آورده. دیگه این چه لجبازیه که میکنی؟ پسر آقای احتشام هم مهندسه، هم ماشین و خونه و امکانات یه زندگی کامل رو برات فراهم کرده. سالی 5-6 دفعه هم که میبردت خارج. تازه قول داده 2 تا برادرت هم توی کارخونش استخدام کنه. دیگه چی میخوای؟ آخه اون چه عکسی گذاشتی روی تاقچه؟ صبح تا شب مثل جغد براش داری ناله میکنی. الان یه عکس لعنتی رو برمیدارم تا هم تو راحت بشی هم خونه رو. یعنی خواهش میکنم آقا جون این کارو نکنی. این تنها دل خوشی من. چشم سعی میکنم عاقل باشم، عاقلانه تصمیم بگیرم، ولی تو رو خدا تو رو جون مامانی فرصت به من بده. آقا جون انقدر به من فشار نیار. من اصلا حالم خوب نیست. بذاری خودم پیدا کنم، بذاری ببینم چه بلایی سرم اومده، یه ذره آروم تر بشم. چشم آقا جون فقط این عکس از اینجا بر نداره. خواهش میکنم. این چه اومدنی بود حاج آقا که با دیدنتون انگار دنیا رو به هم دادن، ولی به شما انگار حبس شدن تو زندون هارون رو هدیه کردن. الهی حاجر بمیر و غم رو صورت حاج حمیدش نبینه. خدا نکنه. استغفرالله. حاجر بمیر اگه بخواد بین حاج حمید و معشوقش جدایی بندازه. حاجر راضیه به رضای حاج حمید. شما لطف داری حاجر خانم. شما قوت قلب منی. خدا نیاره اون روزی رو که من با شکستن دل شما قدم از قدم بردارم. ای قوم به حج رفته کجایید معشوق همینجاست، بیایید. به لباست قسم حاج حمید، باور دارم همه محبت و علاقت رو به خودم. از چشمات برام مثل آبشار محبت و مهربونی میریزه، اما ابراهیم من باید ضد میکرد اسماعیلشو تا راستگویش به خود ثابت شه. یعنی شما راضی هستی به این دوری و جدایی حاج خانم؟
به شرطها و شروطها. اگه رفتی شفاعت من یادت نره. اگه موندی کمپوت گلابی من فراموش نشه. 3-4 تا کافیه. سلام داداش. تو همچه جا گذاشتی برگشتی، منم چشای ناخوا بدم. بازم ازم جلو زدی. میگم آدم ها 2 دستن، یه دست غیرتی هن، یه دست قیمتی. غیرتی ها با خدا معامله میکنن، ولی قیمتی ها با آدم ها. به خدا بگو منم اومدم روحی رو که بهم امانت داده بود مثل تو بهش برگردونم، ولی اون فقط چشم خواست. دلم میخواد در ازاش یه لبخند کوچولو بهم بزنه که یعنی راضیم. اون وقت منم راضیم به رضای اون. سلام جنرال. سلام جوادی. تنهایی؟ بله استاد تنها اومد. حمید کجاست؟ چند روز دیگه عملیاته، منم باید امروز برگردم. عملیات که تموم شد با حاج حمید میام پیشت. چقدر دلم تنگ شده برای من داده. دل بچه گردانم واسه تنگ شده. هم سلام رسوندم، به خصوص حاج علی آقا مصطفی. حالا که لطف کردی تا اینجا اومدی یه زحمتی برات دارم. نوکرتم، امر بفرمایید شما. منطقه که نمیتونی منو ببری، لااقل دستمو بگیر منو ببر سر قبر رفیقای بی‌نامونشونم. شنیدم چند روز پیش چند تا شهید گمنام آوردن اینجا. این کاری که میتونی بکنی؟ بله استاد، رو چشم. پس یا علی یا علی. یا علی. جواد اون چای کانال برو بگو توی شلوغی نمیتونی پیداش کنی جنرال. چند بار باید بهت بگم آقا جواد، به من نگو جنرال. تیرانداز تمام بچه‌ها رو زمین دید. احتمالا خودشه حاجی. منظورت کیه؟ همون نامردی که اسقر رو شکار کرد. از کجا مطمئن؟ امروز یه لحظه دیدمه ولی فرصت نشد بزنمش. پس بگو جاشو عوض کرده. کن حمید. تمام مدتی که اسقر تو این گردان بود حتی یه بارم به خاطر انتقام به کسی شلیک نکرد. انتقام؟ میدونی چند تا از بچه‌های گردان به خاطر اون کثافت شهید شدن؟ آره بزنید، ولی به خاطر خدا نه به خاطر اسقر، چون اونجوری هیچ ارزشی هم نیست. میبینی؟ تمام وجودت داره میلرزه. پیشنهاد میکنم قبل اینکه بری سراغه یکم با خودت خبر.
کلاه پیچ بردار برو تایی کن. چش آقا جون. درزه من عموم سفیدم از سر در این کلاه آهنی سایی بودوری سیب ریا میزنم سر کلت میشکنه ها. بیگانه اگر میشکند حدی نیست. از دوست بپرسید که چرا میشه. درزه هم از یه سالم به در ببرم که حتی میپرسید. گلوله بعد کافی داری؟ هم گلوله کافی دارم هم انگیزه کافی. اینجا چی کار کنم؟ دوربین رو برات آوردم. دست درد نکنه. چی شد؟ حال نکن تیر خورد. بهتر سری بکشیم عقب. عقب؟ اینجا آخر دنیاست. یا برای من یا برای اون. تو هم گیر دادی یا؟ فعلا که اون به ما گیر داده. بهتر نیست بذارش واسه وقت دیگه؟ وقتش همین الانه آقا جوان. خدا کنه تو هم شهید چی من یکی از دست تو راحت شم. ایشالله. زدیش؟ دمت گرم جنرال، دمت گرم. چیزی میبینی یا هنوز همه چی تاریکه؟ دیگه تاریک نیست. یه چیزای دیگه هم به غیر از نور میبینم. طلسم تاریکی چه هسته؟ از این به بعد دیگه سرازیریه. یه ماه دیگه هم عمل دوم تو انجام میدم. ممنونم دکتر. فعلا خداحافظ. نگران نباشید، حالش خوبه. الهی شکر. سلام اسقر آقا. جواب سلام واجبه. نمیخواین جواب سلام هم بدین؟ علیک سلام. شما اینجا چیکار میکنید؟
برای من هیچی عوض نشد. برای من اصغر همون اصغر آقاست. حتی اگه مادرش حلقه نامزدیشو پس بیاره. من ازشون خواسته بودم. تو مرام شما دل شکستن گناه نیست. تو مرام ما دل کندنم اندازه دل شکستن سخته. مگه قرار شما دل بکنید؟ من شما چی فاطمه خانم؟ فاطمه همون فاطمه است. من تا آخرش هست، تا آخرش. واقعا پس حل دیگه. خودم میام از باباتون حلقه رو پس میگیرم. البته اگه شما اجازه بدین. اجازه ما هم دست شماست. آفرین آفرین.